ضبط. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوشی داشته باشید. عرضم به خدمتتون که این روزها یه سوالی که خیلی میشه این هستش که کوادکوپتر چی بخرم و اصلا کوادکوپتر بخرم یا نخرم و اگر بخرم چی بخرم. و چون حالا خیلی این روزها خیلی یه تب شدیدی افتاده توی مردم مخصوصا جوونا و علاقمند شدن به فیلم برداری هوایی که خب واقعا هم خیلی زیباست و ما میتونیم یه زوایایی عکس و فیلم بگیریم که با دوربینای معمولی نمیتونیم بگیریم. گفتم که خب این ویدیو رو بگیرم بعد از مدت ها. ببینید دوستان، من یه چیزی عرض کنم خدمتتون. اولا خیلی کوتاه و خلاصه بگم و خیلی سریع یه چیزی عرض کنم اولتون. ببینید ما تو ایران داریم زندگی میکنیم. اینجا $800 یعنی 40-50 میلیون تومان. شاید توی کشوری که درآمدش به دلار یا پوند یا یورو $800 پول زیادی نباشه، ولی توی ایران پول زیادیه. شما اگر یک پول بیکار دارید، یک پولی دارید که نمیخواید، یک پولی دارید که اصلا براتون مهم نیست و اضافه هست توی چرخه زندگیتون، هیچ جایی نداره، برید باش کوادکوپتر بخرید. چون الان شما یک کوادکوپتر خیلی معمولی که بخواید باش 4 تا تصویر خانوادگی بگیرید بخرید تو مایه‌های مثلا 40-50 میلیون تومان دیگه. ارزون ترین کوادکوپتر $800 شروع میشه دیگه. کوادکوپتری که اسباب بازی نباشه، دوربین پرنده باشه. اگر که نه میخواید پولی پس انداز کنید، اگر که براتون 50 میلیون زیاده، اگر که چه میدونم پول اضافه‌ای ندارید، این کارو نکنید دوستان. ببینید هر بار که کوادکوپتر شما میره بالا و پرواز میکنه 50% احتمال داره که سالم برگرده و 50% احتمال داره که اصلا هرگز بر نگرده یا کرش کنه. و این اتفاق هیچ ربطی هم به اینکه شما چقدر ماهر هستید نداره. یعنی شما بگی من میرم یک کوادکوپتر میخرم و خیلی با احتیاط باش کار میکنم، نه، این اصلا امکان پذیر نیست. اینو منی که الان حدود شاید 8 سال 9 سال دارم با کوادکوپتر کار میکنم دارم بهتون میگم و کرش برای خود منم اتفاق افتاده. منی که شاید اولین اسپارک رو تو ایران من داشتم. ولی میگم اصلا به این فکر نکنید که یک کوادکوپتر بخرم مواظبش باشم با احتیاط باش کار کنم، نه، اصلا اینجور نیست. چند روز پیش من خودم مویک رو بلند کردم فقط به خاطر یه تست. متاسفانه جی پی اس به هم ریخت، کمان که دارم میگن ظاهرا روسیه جی پی اس خاورمیانه رو زده به هم ریخته. یه نقطه خیلی دوری رو کوادکوپتر به اسم هوم پوینت شناخت و رفت به همین راحتی. رفتیم دیدیم مثلا نقطه فیک بوده و دیگه پیدا نشد. کوادکوپتر رفت، چند 10 میلیون ضرر. پس ببینید اصلا میگم اگر که براتون مهم نیست که 40-50 میلیونتون مثلا بیفته بشکنه، قصه نمیخورید، مشکلی براتون پیش نمیاد، خب بخرید کوادکوپتر. یه کار دیگه هم که میشه کرد اینه که بیاین حالا پکای اقتصادی تر رو بخرید، مثلا مویک مینی اس ای یا مینی 2 پک استانداردش که فقط یه پرنده است و یک کنترل و یک باتری. اینا حالا مثلا تو مایه 26-7 تومن، 23 تومن، 24 تومن توی مایه قیمت هستن، یه خورده معقول تره. ولی باز میگم دوستان، انتظار داشته باشید که هر بار کوادکوپترتون میره بالا دیگه بر نگرده یا کرش کنه. این کاملا طبیعی هستش، چون شما دارید
یک شیئی رو میفرستید توی آسمون. این قطعات مکانیکی داره، قطعات الکترونیکی داره، هر کدوم اینا ممکنه خراب بشه. عرضم به خدمت شما که برنامه توش هست، این برنامه ممکنه درست عمل نکنه، جی پی اس مشکل پیدا کنه، هزار یک اشکال ممکنه پیش بیاد که پرنده شما سالم برنگرده. من همیشه آرزو میکنم که این اتفاق براتون نیفته، ولی خب احتمالش رو باید بدید. همین، فقط میخواستم همین عرض کنم خدمتون. و اینکه یه چیز دیگه هم که بگم، این کوادکوپترهای متفرقه هم زیاد هست توی بازار، جی جی آر سی و نمیدونم از این قبیل کوادکوپترها. ببینید اینها رو اصلا نمیشه با دی جی آی مقایسه کرد یا با پاروت مقایسه کرد. اینا کوادکوپترهای هابی هستن، اسباب بازی هن. اینا مخصوص این نیست که شما بگیرید مثلا میری مسافرت فیلم برداری کنی، نه. حالا درسته یه گیم بال هم روش میذارن معمولا، یه چه میدونم بعضیشون حتی موتور برشلسن، بعضیشون حتی جی پی اس دارن، ولی اینا با همه این احوال اینا یک دستگاه بسیار چی میگن ارزون برای خودشون هست. تو کشور ما میاد میشه 12-13 میلیون تومان، 15 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، ولی برای اونها اسباب بازی خیلی ارزونه و اصلا برای تصویر گرفتن نیست، اون برای بازی کردنه. پس اگر میخواین که کوادکوپتری داشته باشید که باش تصویر برداری بکنید، فقط دی جی آی بگیرید، فقط دی جی آی. و بازم میگم پولتون هم رفته بدونید دیگه، یعنی اینو نگید که یه کوادکوپتر میگیرم استفاده میکنم 2 سال دیگه میفروشم پولم برمیگرده، نه اصلا این حرفا نیست. اگر کوادکوپتر میگیرید بگید آقا من دارم این پولو میدم برم باش کیف کنم، لذت ببرم، حال کنم، و فرض کنید اصلا این پول رفتید ریختید دور. همین. مرسی، ممنون وقتتون رو دادید، متشکرم ازتون. مطمئنم خیلی با این نظر من مخالفن، مخصوصا دوستان فروشنده، ولی من فقط حقیقت رو بهتون گفتم و امیدوارم که تأثیر داشته باشه توی تصمیم گیری شما و کمکی تونسته باشم بهتون بکنم. من علی فاضلی هستم، سپاسگزارم ازتون، موفق باشید و خدا نگهدار.